سلام، امروز اومدیم که با هم دیگه ویپ بسازیم، همونی که اول ویدیو دیدیم که دستم بود. خب برای این کار خیلی ساده است آقا. شما یه دونه آمپول میخواین، نه آمپول سرنگای بزرگ میخواین که اون سر سبزش رو جدا کنید، اینشو از توش و این دوتا رو هم ببرین. خب یه دونه ترمینال میخواین، چست تومن. یه دونه کلید میخواین، چست تومن. با یه دونه المنت که میتونید از المنت بخاری استفاده کنید، یا اینکه مثلا از المنت هویه 40 یا 60 وات هم شد از این دیگه. بعدش میمونه سیم کشی و دیگه حالا جعبه هم هر خودتون میخواین انتخاب کنید و اینا. با یه دونه من خودم جویس از بیرون خریدم، میتونید جویس بسازیم با که آموزشش رو اگه خواستیم میذارم توی شورت ویدیو، ولی من خودم این جویس رو خریدم و این هم که همین. بریم برای ساخت. یه نکته دیگه هم مادگی هم ما میخوایم، یه دونه مادگی میخوایم که با یه آداپتور 12 ولت 2 آمپر. خب ببینید حتی این چیز یا سیم خاصی نمیخواد. شما همین سیم مادگیتون رو به 2 بخش میکنید، بعد شروع میکنید با سیم چین رو لخت کردن. اگه مثلا من از این کلید استفاده میکنید، به اینا میگم پوش باتن. خب وقتی که میخواین اینو بزنیدش وقتی که دکمه رو میزنید، اتصال بین این و این درست میشه. پس وقتی که با دوتا میخواین فقط با 2 پایش کار دارین، این یکی پایش رو ببرید که نه جاتون رو بگیره، یا نمیدونم موجب اتصال کوتاه و این داستانا نشه. باشو ببرید بدین سگ بخوره. خب بعدش هم که حالا میریم مدار سادهش رو میبینیم. کل مداری که شما واسه این ویپ میخواین ها شدین. یه دونه کلید میذارید براش، یه ترمینال میذارید، چون پایه های المنت قلب خودشون نمیگیره، واسه همین یه ترمینال بزنید براش که دیگه خودتون رو راحت کنید از داستان. یه ترمینال ساده و همین شد. مدارها رو میدیم جایگذاریش میکنیم و بهتون نشون میدیم. خب ببینید با اینجا رو 2 تا سوراخ میزنیم. یه سوراخ واسه اینکه کلید باشه که من خیلی گنده بریدمش، از دستم در رفت. یه تیکه هم که واسه اینکه این آداپتور ازش بزنه، این مادگی ازش بزنه بیرون که بی ان سی تون بهش، بی ان سی آداپتورتون بهشون وصل شه، یا همون نری آداپتور 12 ولت 2 آمپرتون. بیشتر هم میتونید بزنید، ولی پیشنهاد نمیدم. باتری هم میتونید استفاده کنید که در آینده یه پاد ویت با باتری هم براتون میسازم و آموزششو میذارم. خب اینو الان اینور رد میکنیم، خب ببینید الان ما این پایینو که زدیم، خب مادگی آداپتورمون رو که زدیم، این بالا هم که ترمینالمون رو، اینجا که کلیدمون رو ثابت گذاشتیم. وقتی کلیدو بزنیم رابطه بین آداپتور و ترمینال وصل میشه و المنت ما داغ میشه. بریم واسه ادامهش. این المنت ما که چی شد، ما اینو از سر هویه 40 وات کردیم. حالا میتونید واسه بخاری دیگه میتونید وقتی میدین بگین المنت بخاری برقی میخوام، یا اینم که همین المنت هویه 40 وات یا 50 وات یا همچین چیزی. اینو ما حدود 10 دور 15 دور میپیچیم دور یه دونه سیم، یه دونه پیچ نازک، یه دونه پیچ گوشی نازک و یه دونه سیم پیچ به دست میاد. خب ببینید من اینو وصل کردم با آداپتور رو. الان هر موقع من این کلیدشو بزنم میبینید این شروع میکنه به داغ شدن، میبینید قرمز داره میشه و تموم شد دیگه. بریم واسه بسته بندی. میبینید که در قشنگ این تو میره، چسب میزنید و دیگه آخره کاره. خب ببینید بعد از اینکه اینو چسبونید به این صورت روی این 2 تا سوراخ این کنارا بزنید واسه اینکه هوا بیاد بالا و همین دیگه. بعدش اینو یه درر سوراخ میزنید، سر آمپولتون رو میچسبونین روش و تموم میشه کار. این هم اینجوری شد و دیگه آخر تموم شد دیگه. میزنیم سرش رو دیگه تموم میشه. تستش هم اول ویدیو دیدید. فعلا خدافظ تا ویدیو دیگه.